تو این قسمت می‌خوایم درباره اهمیت آگاهی نسبت به احساسات صحبت کنیم که اصلا احساسات چی هستن، چطور به وجود میان و چرا به وجود میان. احساسات واکنش ذهنی ما نسبت به اتفاقات و افکارن که گاهن به شکل جسمی و ذهنی خودشونو نشون میدن. به شکل جسمی مثل گریه کردن، خندیدن و گاهن تپش قلب، و به صورت واکنش‌های ذهنی مثل غم، ترس یا خوشحالی خودشون نشون میدن. حالا اصلا چرا احساسات وجود دارن؟ احساسات مثل بقیه اجزا وظیفه محافظت و مراقبت از ما رو دارن. احساسات با خودشون پیام همراه دارن. مثلا وقتی احساس ترس میاد، میخواد از ما در مقابل یک خطری محافظت کنه، یا زمانی که خشم میاد میخواد از ما در مقابل یک ناعدالتی شاید مراقبت کنه. احساسات باید شنیده بشن. احساساتی رو که ما نپذیریم و بخوایم اونها رو جایگزین کنیم، احساساتی انباشته میشن مثل یک فنر، چون احساسات از بین نمیرن. احساسات هم مثل بقیه اعضای بدن ما وجود دارن، در همه ما وجود دارن. حالا در هر کسی میزان این احساسات متفاوته نسبت به تغذیه‌ای که ما با احساسات دادیم. اگر به غم بیشتر توجه کردی میبینی یه آدم غمگین تریه، یا اگر به ترس بیشتر توجه کردی ممکنه متوجه بشی که یه نفر بیشتر ترس رو در خودش داره و شاید بهش بگیم ترسو. پس احساسات از بین نمیرن، ولی احساسات چیزهایی نیستن که همیشگی باشن. اینکه تو همیشه غم رو تجربه کنی نیست، و همینطور اینکه همیشه تو خوشحالی رو تجربه کنی نیست. حالا احساسات اصلا چطور شکل میگیرن؟ وقتی ما چیزی رو میبینیم یا میشنویم، مغز ما میاد اونا رو تفسیر میکنه. اما این تفسیر برای هر کس ممکنه متفاوت باشه. مثلا توی این فصل هوای بارونی ممکنه برای من بسیار لذت بخش باشه، ولی دوست من توی این هوا معمولاً حس غم داره یا حس افسردگی. پس احساسات درون هر کس نسبت به اتفاقات و شنیده ها و دیده ها میتونه متفاوت شکل بگیره. بدون احساسات ما مثل یک ربات میشیم، بدون انگیزه، بدون هیچ شور و شوق و هدفی در زندگیمون، و زندگی حقیقتاً معنای خودش رو از دست میده. تو قسمت بعدی درباره اهمیت پذیرش احساسات با هم صحبت میکنیم، و اینکه اگر یک احساسی رو دوست نداشته باشیم و روش سرپوش بذاریم و اینکه بخوایم تغییرش بدیم با احساس بعدی، چه اتفاقی میفته.